سلام دوستان، به چنل آیتیزا خوش اومدین. خیلی از دوستان گفته بودن که مثلا ما میخوایم بازی کنیم به خاطر این تحریم و فیلتر شکن ها، مثلا ما نمیتونیم فری فایر بازی کنیم. چرا؟ چون که تحریم شده. و میگم من بهشون گفتم بچه مثلا دوست داریم با موبایل بازی کنیم و بتل رویال و اکشن باشه، چرا نمیرین کال آف دیوتی؟ میگن نت زیادی از ما میگیره. خب بعد گفتم که وقتی ما میخوایم فری فایر بازی کنیم نت زیادی از ما بگیره، وقتی بخوایم با فیلتر شکن بازی کنیم و پینگمون خیلی بالا میره و با لگ بازی میکنیم و این لذتشو نمیبریم. خب امروز میخوام به شما یه برنامه معرفی کنم. توی مارکت بازار، فکر نکنم بازار داشته باشه، و فروشگاه پلی میزنین کاهش لگ. خب برنامه اول، اینا رو ولش کنید، اینا همه دروغه، کاهش پینگ میزنن، نظراتشون فیکه. من اینا رو نصب کردم، امتحان کردم، این برنامه رو تست کردم، 2 میلیون نصب داره، فوق العاده است. یعنی من خودم چون که بعض موقع فری فایر بازی میکنم، این برنامه فوق العاده است و خودش میتونید رو بازی مخصوص فری فایر ببینید. تو این عکس هم داره، دقیقاً برای من هم همینجوریه، گارنا فری فایر، و میتونید بزنید روی وصل بشه و با پینگ 80 بازی کنید و فوق العاده است. من این بازی اون مثلا میخوام بازی کنم، حتما اینو قبلش وصل کنم، حتی نصبش هم کردم، میتونیم با هم اجرا کنیم. یه بار میریم که کاهش لگ استفاده کنیم. خب اینه از فری فایر منه و کاهش لگ، وارد برنامه میشیم. فوق العاده است، ببینید اصلا خودش میاره بازی که داری. میتونین رو سرورایی که میخواین بذاریم. من رو آسیا میذارم چون رو آسیا خود برنامه بهتر میگیره. بعد میزنیم و پر سرعت میگیره و 100% وصل میشه و از همینجا اوپن گیم رو میزنید و وارد بازی میشید و واقعا لگ و باگ فوق العاده میاد پایین و با پینگ 80 بازی میکنین فری فایر رو. و اینکه دیگه حرف دیگه نمیمونه. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن که بیشتر ویدیو بذارم.